تا حالا شده صبح بیدار بشی و حس کنی زندگی شبیه یه بازیه که روی پاز مونده؟ همه چی هست، ولی هیچی جلو نمیره. هر روز تکراریه، حتی لبخندات. میگی یه دور است، یه هفته سخته. از شنبه شروع میکنم. ولی همین موقتی ها کم کم شدن سالها زندگی بی هدف و فرسودن خودت. بی هدف توی شبکه‌ها اسکرول میکنی. سریال هایی رو میبینی که حتی دوستشون نداری. به بقیه میگی داری راهت رو پیدا میکنی، ولی در واقع داری جلوی جیغ درونیت رو میگیری. مثل کسی که تو ایستگاه قطار نشسته و هر بار صدای سوت قطار رو میشنوه، ولی سوار هیچ قطاری نمیشه. یه واقعیت تلخ هست که ما دوست نداریم بهش نگاه کنیم. ما گیر نکردیم چون دنیا ظالمه. گیر کردیم چون عادت کردیم در محدوده امنمون بمونیم. چون راحتی مثل یه پتوی گرم توی زمستونه که نمیذاره از تختت بیای بیرون. حتی وقتی میدونی بیرون خورشید و هوای تازه است. راحتی مثل همون قفس طلاییه که پرنده ها رو اسیر میکنه. درد نداره، ولی بالهاتو میبنده. شبیه ماهیایی که توی آکواریوم قشنگ و کوچیکی دور خودشون میچرخن. آخر روز خسته‌ای، اما جلو نرفتی. به خودت میگی من دارم پیشرفت میکنم چون خسته‌ای، در حالی که فقط داری فرار میکنی از تغییر واقعی. تو از قبل میدونی چی میخوای. مدت هاست میدونی. ولی سختی شروع کردن ترسناکتر از موندن توی همین وضعیت شده. عادت کردی به نیمه گرم روزمرگی. کارایی که فقط تحملشون میکنی. آدمایی که نصف نیمه دوستشون داری. عادتهایی که خالیت میکنن. میگی آزادی میخوای، ولی هنوز توی قفس خودت نشستی. میگی عشق میخوای، ولی هنوز سراغ آدمهایی میری که معلوم نیست حتی بمونن یا نه. میگی رشد میخوای، ولی هر بار نزدیک تغییر میشی خرابش میکنی. با بهونه‌هایی مثل خیلی خستم یا از شنبه شروع میکنم. اما خبر، تو شنبه دیگه‌ای لازم نداری. تو باید مراسم خاکسپاری برای محدوده امن خودت بگیری. چون ترس تو از تلاش، از شکست، از کافی نبودن فقط یه طناب نازکه. مثل همون داستان فیل سیرک. وقتی بچه بود با زنجیر سنگین بسته شد و هر چی کشید نتونست فرار کنه، تسلیم شد. حالا که بزرگ و قدرتمنده، طناب کوچیکم جلوشو میگیره چون هنوز فکر میکنه زندانیه. اون فیل تویی. تو هم باور کردی شکست‌های قدیمیتت هنوز واقعیت دارن. در حالی که الان میتونی طنابو پاره کنی، ولی نمی کنی. چون امنیت ظاهری برات امن‌تر از ناشناخته است. من قضاوتت نمی کنم. دارم از روی عشق تکونت میدم. منم مثل تو بودم. سالها توی اتاقهایی موندم که برای روحم کوچیک بودن. به دوستی‌هایی چسبیدم که خستم می‌کردن. فقط چون حداقل یکی باشه. بارها صدای درونم رو نادیده گرفتم تا جایی که دیگه فقط تو گوشم پچ پچ می‌کرد. یه روز بیدار شدم و فهمیدم دیگه خودم رو نمی‌شناسم. من زندگی نمی‌کردم، فقط زنده بودم. یه بدن فعال با یه روح خاموش. شاید تو هم الان همین باشی. زنده‌ای اما زندگی نمی‌کنی. کار می‌کنی اما شکوفا نمیشی. پر از سر و صدا ولی هنوز تنهایی. شاید منتظری یه نشونه بیاد. یه اجازه نامه. یه جمله انگیزشی که بالاخره جرأت تغییر بهت بده. ولی واقعیت اینه. تغییر وقتی اتفاق میفته که از بهونه‌های خودت انقدر حالت به هم بخوره که یه کار دیوونه‌وار کنی. مثل انتخاب کردن خودت. مثل ترک کردن چیزی که خستت میکنه. حتی اگر همه یه چیزیه که میشناسی. مثل اینکه برای رویاهات قدم برداری حتی اگر کسی تشویقت نکنه. مثل اینکه بدون عذاب وجدان استراحت کنی. مثل اینکه بدون کوچیک شدن حرف بزنی. مثل اینکه بدون التماس عشق بورزی. تا وقتی از قبرستون راحتی بیرون نیای، زنده بودن رو حس نمی کنی. و میفهمم. چون تغییر فقط سخت نیست. بعضی وقتا تحقیر کننده است. گریه توی ماشین بعد از استعفا از کاری که متنفر بودی ولی بهش نیاز داشتی. زود بیدار شدن برای هدفایی که هنوز کسی تاییدشون نکرده. از دست دادن آدمایی که نسخه قدیمی تو رو دوست داشتن، نه واقعیت رو. رشد کردن همیشه قشنگ و شیک نیست. پر از اشک، پر از لغزش، پر از آنفالو کردن آدماییه که حالتو خراب میکنن. پر از بیرون رفتن وقتی مغزت میگه توی دایره راحتیت بمون. ولی چیزی سخت‌تر از این هست.
پشیمونی. نگاه کردن به گذر زمان وقتی رویاهات خاک میخورن. گفتن این که خیلی دیره در حالی که هیچ وقت شروع نکردی. یه قدم کوچیک، واقعی و ترسناک بردار. بعد یکی دیگه. چون اعتماد به نفس با حرکت ساخته میشه، نه فقط فکر کردن. اون نسخه ای از تو که دنبالش هستی توی آینده نیست. همین الان اینجاست. زیر لایه‌های ترس و راحتی پنهان شده، ولی قدرتمنده. منتظره تا زمانی که واقعاً از وضعیت فعلی خسته و دلزده بشی تا آزادش کنی. پس باشو. لپتاپو بدند، اون آدمو بلاک کن، برای اون فرصت اقدام کن. برای رویات حاضر شو. خجالتی باش، تازه کار باش، بی‌نظم باش، اما واقعی باش. چون دنیا به نسخه نصف نیمه تو احتیاج نداره. به خود واقعیت نیاز داره. همونی که مدت‌ها ساکت بوده. همونی که الان آماده است. دیگه عقب ننداز. این خط مرزه. متن قدیمی رو بسوزون. طنابو پاره کن. قفسو باز کن. آیندت بهتر از گذشتته و منتظر اقدام توه. همین الان شروع کن و جوابش رو بده. اگه دنبال رشد و تغییر واقعی توی زندگی هستی، همین الان لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن تا هیچ آموزشی رو از دست ندی.